اگه بهت بگم زیر پای من و تو در عمقی که هیچ حفار معمولی بهش نمیرسه اقیانوسی مدفون وجود داره چی؟ اگه بگم ایران همین چند سال پیش تقریباً به این آب رسید، اما ناگهان پروژه متوقف شد، اسنادش جمع شد و متخصصانی که روی پروژه کار میکردن ناپدید شدن، باور میکنی؟ این داستان واقعی یکی از مرموزترین پروژه های ایرانه و شاید آخرین امید ما برای زنده موندن. اگه تا آخر ویدیو بمونی کاملا متوجه میشی که ایران نه تنها این که تشنه نیست و بی آب نیست، بالعکس از چندین کشور بزرگ و پیشرفته دنیا از نظر داشتن آبهای زیرزمینی خیلی هم بالاتره. ایران روی کمربند خشکی جهان قرار داره. قنات‌هایی که هزاران سال پیش نیاکان ما ساختند امروز یکی پس از دیگری فرو می‌ریزند. دریاچه‌ها خشک شدند، رودخانه‌ها پوسیدند و جنگ آب از یک احتمال به یک تهدید جدی تبدیل شده. اما در دل همین تاریکی پروژه‌ای به وجود اومد که میتونست همه چیز رو تغییر بده. پروژه استخراج آب ژرف، آبی که گفته میشه قدمتش به دوران شکلگیری زمین میرسه، اما چرا این پروژه درست لحظه‌ای که به نقطه حساس رسید ناگهان متوقف شد؟ تو بخش اول ویدیو میخوایم توضیح بدیم که اصلا آب ژرف چیه. توضیح علمی ساده اما جذاب. آبهای فسیلی عمق 2 تا 5 کیلومتری، فشار بالا، دمای عجیب. این آبها حتی از عصر یخبندان شاید هم از قبل تر از اون موندند. برخی تئوری ها میگن این آبها از چرخه آب زمین خارجن و تجدید نمیشند، یعنی مثل نفت هستند. اما چیزی که این آبها رو خطرناک میکنه فقط کمبودشون نیست، پایداری افسانه‌ای اونها هستش. سالهایی که کشور با خشکسالی شدید روبرو شد، کارشناسان خارجی پیشنهاد پروژه آب ژرف رو دادند. اولین حفاری ها در سیستان و بلوچستان انجام شد. به گفته منابع رسمی در عمق 2500 متری صدای شهر آب شنیده شد. دمای آب غیر عادی بود، سرد مثل یخچال. فشار آب به حدی بود که چند دستگاه حفاری نیمه سنگین از کار افتاد. اینجا بود که اتفاقات عجیبی شروع شد. مهندس‌های پروژه ناگهان از صحنه کنار گذاشته شدند. گزارش کامل پروژه در دسترس عموم قرار نگرفت. چند متخصص خارجی پروژه رو ترک کردند. فیلم یکی از حفاری‌ها در اینترنت منتشر شد و سریع پاک شد. صدای عجیبی از چاه ضبط شده بود، شبیه لرزش یک حجم عظیم آب. اما چرا پروژه درست وقتی که داشت به نتیجه می رسید متوقف شد؟ اینجا چند تا تئوری داریم، تئوری های جنجالی. تئوری اول میگه آب ژرف خطرناکه. آبهای فسیلی ممکنه آلوده به فلزات سنگین و رادیواکتیو باشند. اگه وارد سفره‌های آب بشن میتونن همه منابع آب سطحی رو هم آلوده کنند. برخی میگن به همین دلیل پروژه متوقف شده. ولی اینجا یه تئوری دیگه داریم، تئوری محرمانه بودن پروژه. مقدار آب کشف شده فراتر از حد انتظار بود. برخی منابع میگن حجم اون به اندازه یک دریاچه زیرزمینیه. اگه خبرش منتشر میشد رقابت‌های منطقه‌ای و امنیتی ایجاد میکرد. تئوری سوم، ایران بزرگترین کشف منطقه رو انجام داد. برخی معتقدند کشورهای دیگه فشار وارد کردند چون این کشف بازی معادلات آب منطقه رو تغییر میداد. تئوری چهارم میگه چیزی در عمق وجود داشت. در برخی گزارش ها آمده در یکی از چاه‌ها سازه‌ای سنگی مشابه یک دیواره طبیعی پیدا شده، چیزی که نباید آنجا باشه. حالا یه سوال اینجا داریم، آیا واقعا آب ژرف داریم اصلا؟
داده‌های علمی میگن بله ایران احتمالاً آب ژرف داره، اما استخراج اون فوق‌العاده هزینه برداره. خطر آلودگی و ناپایداری وجود داره. اگه مدیریت نشه مرگبارتر از نبود آب هم حتی میتونه باشه. و اما اگه مدیریت نشه حتی میتونه مرگبارتر از نبود آب باشه. گاهی بزرگترین نعمت‌ها هم اگه در زمان اشتباه کشف بشن به بزرگترین بلا تبدیل میشن. بخش بعدی رو میپردازیم به آینده ایران بدون آب. مهاجرت گسترده، خالی شدن روستاها، جنگ آب بین استانها، تبدیل جنوب و شرق کشور به نوار خشک. اما نقطه امیدی هم وجود داره. اگه پروژه هایی مثل آب ژرف، شیرین سازی، انتقال آب و مدیریت هوشمند اجرا بشن، هنوز هم میتونیم آینده رو نجات بدیم. پروژه آب ژرف شاید متوقف شده باشه، اما سوال اصلی هنوز بی پاسخ مونده. آیا ما یک گنج عظیم زیر پامون داریم یا یک تهدید پنهان؟ تا امروز هیچ کس پاسخ قطعی نمیده، چون حقیقت جایی در عمق تاریکی 3 کیلومتری زمین دفن شده. اگه میخوای ادامه این پرونده رو باز کنم یا بری سراغ فایل های محرمانه دیگه ایران، همین الان ویدیو رو لایک کن و برام بنویس میخوای قسمت دوم آب ژرف رو هم بسازیم. لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنید تا گمش نکنید. بدرود.